سلام، روزتون بخیر. میخوام در مورد پیوند زدن انبه براتون صحبت کنم امروز. انبه رو بعضی موقع وقتی نهال کوچیک باشه میتونیم به صورت پیوند سرشاخه پیوند بزنیم و با پلاستیک ببندیم تا بالا رو. به این شکل. ولی گاهن پیش میاد که نهال انبه 3-4 سالش هست و تنه ضخیمتری داره. حالا اینجا هم یه نهال دیگه است که باز به صورت همون سرشاخه میشد پیوند زدیم و اینجوری بافتش بعد از مدت اینجوری با این کالوس هایی که میبنده پر میشه. ولی نهالایی هستن که از این بلندترن، حالا یا اینکه دلمون نمیاد کامل قطع کنیم یا میخوایم از ارتفاع بالاتری این نهال پیوند خورده بشه که همون کماکان میتونیم بالای نهال یه پیوند سرشاخه بزنیم. و اما موضوع اصلی اینه که ما میتونیم این انبه ها رو از بغل اینجوری پیوند بزنیم. یک طرف پیوندک رو تراش میزنیم و 1 سانت انتهایی پایینش هم تراش میزنیم. بعد یه زخم میندازیم، زخم با عمق 1.5 سانتی متری اینجا رو زخم میزنیم و به طول قسمتی که تراش زدیم هم از این تنه اصلی رو باز تراش میزنیم و بعد اینا رو میزنیم رو هم کامل با نوار پیوند یا پلاستیک یا هر چیز دیگه میبندیم و کل اندام پیوندک رو اگه بتونیم با پلاستیک ببندیم. حالا این پیوندک تا اینجا بوده که بعداً شاخه‌های اینجوری زده اومده بالا. اینا رو تقریبا تا 1 ماه با پلاستیک میبندیم و بعد بالاش باز میکنیم و فقط قسمت پیوندک تا تقریبا 3 ماه 2 ماه 3 ماه میبندیم که تکون نخوره و بخواد بشکنه. و به این شکل میتونیم در عرض چند ماه یه نهال بزرگ پیوندی خواهیم داشت.